رهبران موفق یاد گرفتند که به دیگران قدرت بدن، دیگران رو بلند کنند، اونها رو تشویق کنند. پس در مقایسه با رهبران دیگه همیشه موفق تر هستند، چون تیم موفق تری دارند. تیمی دارن که احساس میکنن رهبرشون همیشه تشویقشون میکنه، رهبرشون بهشون فکر میکنه، رشد اونا برای اون رهبر مهمه. رهبران موفق یاد گرفتند برکت دادن رو، یاد گرفتند فرصت دادن رو و یاد گرفتند وصل کردن رو. عزیزان رو دارم توی زندگیم که برای من همیشه الگو هستن، که دیگران رو مدام به همدیگه وصل میکنن، باعث برکتن. همش به این فکر میکنن که چطور میتونم اون فرد رو برکت بدم و کمکش کنم. و میدونید خدا چیکار میکنه؟ خداوند خودشون رو چندین برابر برکت میده. برکت دادن رو تمرین کنیم.